توی کنکور سال 90 4 تا سوال اومده بود. این 4 تا سوال از جنس سوالاییه که یه فرضی رو بهت میده که تو با فرض کاری نداری، فقط میخوای ایده بگیری ازش. یه حکمی رو ازت میپرسه که خب قبلا تو کلاس و حل تمرین زیاد از این مدل سوال کار کردیم، ولی ویژه 90 رو میخوایم الان با هم دیگه بررسی کنیم. بریم تو کنکور 90. اولین سوالی که میخوایم بررسی کنیم کنکور فلسفه علم 90. ایناش میگه که اگر تی ان کوسینوس n تا آرک کوسینوس باشه، حاصل این انتگرال منفی یک تا که تی آر تی اس فلان که به شرطی که آر مساوی اس باشه چیه؟ خب نگاه کن، اینجا در واقع اومده یه کاری کرده. اولا که یه تیپ سوالیه که یه فرضی رو بهت میده، بعد بر اساس این فرضی یه حکمی رو ازت سوال میکنه. کلا من یاد باشه که این تیپ سوال دو تا نکته داره. یکی این که تو از فرض استفاده میکنی که ایده بگیری، پس فرض داده شده برای ایده و حکم رو دستکاری میکنی، یعنی هر بلایی میخوای بیاری سر حکم میاری. اوکی، اینو یادت باشه که باید این کارو انجام بدی. دقیقاً دستکاری رو حکم، هر کاری میخوای بکنی با حکم. کاری کن آر مساوی n، یعنی با فرض اینکه آر مساوی s باشه کارو ببر جلو. من میگم خب آقا جفتشون که میخوام مساوی هم باشن، بیا جفتشون اسمشو بذاریم n، یعنی تی n بشه، به جای تی آر و تی اس بگیم تی n در واقع، یعنی آر مساوی s مساوی n باشه، چون هیچ کدوم صفر نمیشه. پس آی مساوی چی میشه؟ میشه انتگرال منفی یک تا یک دو تا، انگار دو تا تی n تو هم ضرب بشن، دو تا کوسینوس تو هم ضرب بشن، میشه کوسینوس به توان 2 n تا آرک کوسینوس x. اوکی، n تا آرک کوسینوس x به روی رادیکال فلان دی ایکس. اوکی، برای رادیکال یک منهای ایکس دو دی ایکس. حالا اینجا نگاه کنین. خب یه سوال دارم ازتون، آیا این انتگرال حاصل ضرب دو تابع غیر همجنس یا معکوس مثلثی معکوس هیپربولیک لوگاریتمی تنها یا بازگشتیه؟ آره یا نه؟ اگر به این بهونه میخوای بگی که حاصل ضرب دو تابع غیر همجنسه که اینو جنسشو متمایز کنی از یه همچین چیزی، اشتباه. چرا؟ چون که به طور همزمان بهتون قبلا گفتم که اینا رو سلسله مراتبی انگار چک می‌کنیم، ولی یه جورایی نگاه می‌کنیم با همزمان اتفاق بیفته. انقدر تو کسری ثانیه اتفاق بیفته همزمان باید باشه. آیا این مفهوم خاصی داره براتون؟ این چیزی که تو مخرجه رادیکال یک منهای x2 تو مخرج سینوس اینورس، فقط سینوس اینورس. آیا منفی کوسینوس اینورس نمیشه؟ این مشتق به آرک کوسینوس نیست؟ فقط یه منفی کم داره، منفی مشتق آرک کوسینوس. آره یا نه؟ خب پس من یه کاری کنم دیگه، بیام یه حرکتی بزنم، اینو تی بگیرم، این خود به خود مشتق بشه دیگه، حالا فوقش یه دونه چیز انجام بدم. پس به این ترتیب یه تی رو اگه من اسمشو بذارم آرک کوسینوس x دی تیم میشه منفی دی x به روی رادیکال یک منهای x2 که حالا منفی هم بهش میبخشم، یه کاریش میکنم. و از اینجا زمانی که x هم منفی یکه، تیم آرک کوسینوس منفی یک یعنی پی، چون میدونیم کوسینوس پی منفی یک. زمانی که x هم یکه، تیم صفره، چون میدونیم کوسینوس صفر یکه. و تو بازی معکوس پذیری شاید بگی آقا کلی کوسینوس دیگه هستش که منفی یک میشه، چرا پی رو بعدش میگم؟ خب به خاطر اینکه تو بازی معکوس پذیری چیه؟ چون اسم آر کوسینوس اومده، بازی معکوس پذیری کوسینوس رو بعد یه عددی بگیم. خب پس به این ترتیب آی مساوی میشه انتگرال کلان پایین تبدیلش تو کلان پایین، کلان بالا تبدیلش تو کلان بالا، کلان پایین تبدیلش تو کلان پایین، کلان بالا تبدیلش تو کلان بالا. کوسینوس 2 تی به جای دی ایکس فلان هم میذاریم دی تی، همین کوسینوس 2 تی به جای اونم میذاریم منفی دی تی. خب n چی شد؟ n اینجاست. بعد به این ترتیب این nt در واقع کوسینوس 2 nt تو گزینه‌ها اگه دقت بکنین که جواب مستقل از n، خب یعنی اصلا کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که n رو 1 بذاریم، چون جواب تو گزینه‌ها مستقل از n اگه دقت بکنین. یعنی یه چیزی که اینجا میتونیم بگیم اینه که با توجه به اینکه تو گزینه‌ها جواب مستقل از n رو میتونیم مثلا یه عدد دلخواه بذاریم. پس جواب گزینه‌ها مستقل از n، پس میتونیم n رو مثلا 1 بذاریم و بگیم انتگرال 0 تا پی کوسینوس 2 تی دی تی رو حل کنیم که میشه پی دوم. این از نگاه کن، این مستقل از ضریب عددی کرانه، یعنی اگه ضریب عددی داشتیم تو کران دقیقاً با جواب همین میشه، جوابش نسبت کلان بالا. اوکی، بعد از تغییر متغیر همین الان من تغییر متغیرشو زدم، دقیقاً همینجوری کار میکنه. یه بار دیگه نگاه کن تو خونه بزنید خودتون، نگاه کن انتی رو یو بگیرین، این میشه چی؟ میشه دی یو دوم. اینو وقتی میشه چون تیمون پیه، پس انتی میشه ان یو در واقع که این میشه دی یو انم در واقع. بعد جوابش نسبت کردن بالا، یعنی ام پی دومی که یک انم این داره، اون وقت این انا با هم دیگه میخوره و جواب دوباره همون پی دومه میشه. خب بریم بعدی اینو بگیم. حالا ببین ما داریم راجع به تیپ سوالی صحبت میکنیم که یه فرضی رو بهمون میده که با کمک این فرضه میخوایم یه حکمی رو اثبات بکنیم. تست کنکور علوم دریایی 90 میگه که این نیست، اینه. میگه که اگه بدونیم تابع بتا تعریفش اینه که خب اوکی، تابع بتا رو حالا ما خودمون هم تعریفش رو میدونستیم، اگه نمیگفتم بلد بودیم. حاصل این انتگرال 0 تا 2 فلان کدوم میشه؟ من حالا اینجا بهتر براتون نوشتم، این فرض حکمش هم اینجا براتون گذاشتم. گفتم ایده رو از این بگیرین ولی دستکاری براتون این باشه. من چه دستکاری روی این انجام بدم که این شبیه این بشه، شبیه تابع بتا بشه؟ به نظرتون پیشنهاد شما بدین. از جنس جزء به جزء دستکاری بکنم یا از جنس تغییر متغیر؟
از جنس تغییر متغیر. خب اوکی، از جنس تغییر متغیر قبوله. حالا تغییر متغیر چی بزنم به نظرتون؟ ببین اگه یک بچه‌ها میگه آقا 2 منهای یو رو که این باشه بگید 1 منهای تی درست میشه. خب قبوله، این توی این پرانتز میشه 1 منهای تی، ولی این به مشکل میخوره. یعنی از اینجا من یو رو تنها کنم انگار اون دو، انگار یو بره اون ور، اون تی بیاد اینور، بعد این یکم بیاد اینور، میشه تی به اضافه 1. اون وقتی میشه تی به اضافه 1 چون توانش هم 1/2 نمیشه کارش که خراب میشه. این خوب نبود. یکی دیگه بگو که یه جورایی این مشکل رو حل کنیم. ببین ما مشکلی با این تقریبا نداریم. الان بیشتر مشکل سر اینه که شبیه این نیست. اگه میشد یه کاری کرد، یه بلایی سر این آورد که اینجوری بشه، گفتم همون اون خیلی علمی رو شبیه همون که نادیا گفت، یعنی اون یکم فقط چپ و راستش کرد، یعنی اتفاق خاصی نیفتاد. کلا هر مدل بازی با عدد ثابت بکنی، اینو میای درست کنی این خراب میشه، اینو میای درست کنی اون خراب میشه. یعنی چون این دوتا مثل همن، یعنی عدد ثابت نباید اضافه کم کنی، باید یه دنبال یه راه دیگه باشی. اضافه کم کردنی نیست، یه چیز دیگه است. شیفت هم به درد نمیخوره. 1 منهای تی رو یو بگیریم. میگم کلا عدد ثابت این برابر کنی اتفاق خاصی نمیفته. یعنی اگه اینو تبدیل به این بکنی اوکی، حالا به جای یو باید بذاری در واقع تی به اضافه 1 مثلا، دوباره این به مشکل میخوره. این دوتا شبیه هم نمیشه. میدونی چون این دوتا شبیه همه، هر دستکاری بکنیش این دوتا شبیه هم نمیشن. ببین یه کاری بکنین، به این دوتا نگاه کنین ببینین که به این چه بلایی سر این بیارم. یعنی یو رو چی بر حسب تی بزنم که اینجوری بتونم یه همچین چیزی داشته باشم. یکم واضحه ها. آفرین. یو رو بزنم 2t تمومه دیگه. یو رو بزنم 2t به این ترتیب یه 2 فاکتور میگیرم، همه مشکلات هم حل میشه. نگاه کن یو رو میگیریم 2t بعد دی یو میشه 2 تا dt، بقیه چیزا هم مشخصه. به این ترتیب حتی تبدیل کرانمون هم درست میشه. کران رو نگاه کن، زمانی که یومون صفره به این ترتیب تیمون میشه در واقع یومون که صفر تیمون هم صفر بوده در واقع. زمانی که یومون 2 تیمون، زمانی که یومون 2 اینا بعد تی 1 بوده دیگه و این کرانمون هم درست شد خود به خود، یعنی شبیه فرض شد. من دارم دستکاری رو حکم انجام میدم. پس به این ترتیب حاصل انتگرال تی از 0 تا 1 داریم. تی از 0 تا 1 فقط به جای این یو بعد بزنیم 2 تی. خب شما بگید آقا اینجا که به مشکل خوردیم. نه دیگه، چون ما میتونیم اینو بگیم رادیکال 2 رادیکال تی، میتونیم اینا جدا کنیم. مثلا ضریبو میشه جدا کرد، عدد ثابت رو نمیشد با همون کاری کرد. 2 منهای 2 تی به جای دی یو چی میذاریم؟ 2 تا دی تی. اگه فهمیدین 1 بزنیم، بقیه‌اش دیگه حل شد دیگه. پس به این ترتیب حاصل انتگرال یه دونه 2 به توان 1 دوم از این میاد بیرون، یه دونه 2 به توان 5 دوم از این میاد بیرون، 2 به توان 1 دوم، 2 به توان 5 دوم، انتگرال 0 تا 1 تی به توان 1 دوم، 1 منهای تی به توان 5 دوم دی تی. یه همچین چیزی اینو داریم که خب این خیلی شبیه همون تابع بتا است. جوابش میشه بتا یکی بیشتر توانای این دو تا، یکی بیشتر بتا یکی بیشتر از این، بتا یکی بیشتر در واقع یکی بیشتر از این، یکی بیشتر از این. منظورم اینه. پس آی میشه پای ها برابر نماها رو جمع می‌کنیم میشه 6 دوم، یعنی 3 میشه 2 به توان 3 بتا یکی بیشتر از 3 1 دوم، یکی بیشتر از 5 دوم. یه همچین چیزی. پس میشه 8 تا بتا یکی بیشتر فلان یکی بیشتر، یعنی 3 دوم 7 دوم، 3 دوم 7 دوم، 2 به توان 3 2 به توان 4 بعد اومده باشه بیرون. یه دو هم اینجا داشتیم، این دو هم جا انداختم. پس یه دو هم با چیز 2 به توان 4 بتای 3 دوم 7 دوم، 2 به توان 4 بتای 3 دوم 7 دوم، گزینه 3 رو انتخاب کنید. اگه فهمیدین یک بزنید. خیلی سوال خوبیه این سوالا. گزینه 3. پس مدل سوالایی که فرض رو میده حکم رو میخواد، حکم رو باید دستکاری کنیم، تلاش میکنیم حکم رو یه جوری شبیه صورت کنیم. ایده ها رو از فرض میگیریم. کلا تیپ سوال اینه. به عنوان تیپ ستاره میشناسیمش. 4 تا سوال اومده تو کنکور 90. البته تو کنکورهای دیگه هم تو کلاس و حل تمرین زیاد براتون حل کردم. من اینا فقط الان تمرکزم رو کنکور 90 بود که در واقع به دستکاری روی حکم تلاش میکنیم ایده حل رو از فرض بگیریم. دستکاری روی حکم، ایده از فرض. اینو باید تو ذهنمون داشته باشیم. خب الان سوال بعدی ایمنی 90. بریم ببینیم ایمنی 90 چیه. ایناش میگه با توجه به اینکه یه همچین انتگرالی رو داریم، این انتگرال رو بگیریم. خب من این بار یه خورده بهترش رو نوشتم که الان متوجه شید. در واقع میگه اگه یه همچین چیزی داشته باشیم، یعنی فرضمون این باشه، حکممون اینه، اینو اثبات کنیم برام، اینو بگیم که مثلا چی میشه. خب به این نگاه کنین، چون دستکاری می‌خوایم روی این انجام بدیم. ایده رو از این بگیرین بندازین رو این، یعنی چه رابطه بین این دو تا میتونیم برقرار کنیم تا شبیه هم دیگه بشن. یعنی چیکار کنیم به نظرتون؟ شما بگین که بعد از این دو تا سوال میریم شما بگین که چیکار کنیم با این دو تا. از روی این ایده بگیریم، بگین چه بلایی سر این. آفرین. یه چیز دیگه بگو. نزدیک بود یه چیزی اشتباه گفتی. ببین میخوام یه کاری کنم این شبیه فرضمون بشه. چیکار کنم که شبیه فرض بشه؟ برای اینکه این کار کنم بعد x به توان 3 دوم رو دیگه، نه یعنی رادیکال x رو، یعنی این رو یه کاری کنم شبیه t بشه. اوکی، در واقع همچین چیزی. اوکی، پس به این ترتیب رادیکال x t بشه، یعنی x به توان 3 دوم t بشه. پس
در واقع x تی به توان 2/3 بشه، چون میخوام به جای دی ایکس جایگذاری کنم دیگه رو حکم دیگه. پس بشه چی؟ 2/3 تی به توان منفی 1/3 دی تی. و این که همین تبدیل کردنش هم زمانی که x صفره تی هم صفره و زمانی که x به سمت بی نهایت میره تی هم به سمت بی نهایت میره، چون رابطه مستقیم دارم با هم دیگه. پس فقط دیگه جایگذاری از اینجا بعدش تی از صفر تا بی نهایت کوسینوس تی، صفر تا بی نهایت کوسینوس تی به جای دی ایکس، این کوسینوس تی شد، کوسینوس تی به جای دی ایکس هم بذاریم 2/3 تی به توان منفی 1/3 دی تی. اوکی، به همین راحتی این 2/3 میاد بیرون، اون تی به توان 1/3 هم میره تو مخرج. پس در واقع داریم 2/3 انتگرال صفر تا بی نهایت کوسینوس تی به روی تی به توان 1/3 دی تی. اگه معلومه یه یک بذارین. حالا اینو مقایسه کنیم با این. مقایسه چجوریه؟ کافیه به جای پی بذاریم چی؟ 1/3. کجا پی می‌بینیم؟ یه جا اینجا می‌بینیم، یه جا اینجا می‌بینیم. اوکی، به جای پی بذاریم 1/3، دو جا پی می‌بینیم. یعنی بذاریم جواب میشه پس 2/3 پرانتز باز پی به روی کی 2 تا گامای 1/3. اوکی، احتمالاً همین رو تو گزینه قابل کرده چون نمیدونیم گامای 1/3 چیه. 2 تا گامای 1/3 کوسینوس پی شیشم. کوسینوس پی شیشم یعنی سی درجه میشه رادیکال 3/2. درسته؟ این رادیکال 3/2 تو دو پشتش یه رادیکال 3 میمونه فقط. پس میشه آی مساوی میشه با 2/3 پی به روی رادیکال 3 تا گامای 1/3. یه همچین چیزی باید تو گزینه باشه. بریم تو گزینه. اینا در واقع میشه 2p به روی 3 رادیکال 3 فلان. 2p تو صورت 2p به روی 3 رادیکال 3. اون 3 یه دونه اضافه دی تی رو درست گذاشتیم. یه 3/2 این پشت داده کلا. یه 3/2 اصلا آردی داشته خود صورت سوال. اینو حواسمون باشه. خب اوکی، اون 3/2 پس بوده. این 2/3 که میاد بیرون باش خنثی میشه، هیچ چیز خاصی نمیمونه. این 2/3 رو پس میندازیمش بیرون. اینو من یه بار دیگه می‌نویسم. فهمیدین چی شد دیگه؟ آره، یه صورت سوال خودش 2/3 داشته، 3/2 داشته ببخشید. با اون 2/3 خنثی میشه. فقط میمونه همین. پس میشه پی به روی رادیکال 3 تا گامای 1/3. پی به روی پس رادیکال 3 تا گامای 1/3 گزینه 3 میشه. اوکی. همش فکر کنم یادم گزینه 3 میشد. الان تا اینجا با همشو این گزینه 3، اینم گزینه 3، اینم گزینه 3. آره تا اینجا همش فکر کنم بعدی هم گزینه 3 میشه. خب بریم بعدی. ریاضی 90 هم بزنیم بریم مثلا. اگر بتای ام و ان همون تابع بتا باشه یه چی اینو حل کنید. اوکی، خب با من باش. این یکم چیزتره، جالب‌تره. خب قبول دارین که اگه قرار باشه که این فرض مسئله‌مون باشه که قرار در نهایت این انتگرال شبیه این بکنم که این حکم مسئله‌مه، باید یه کاری کنم که اینجا تو این کسرا با هم دیگه مرج بشن و اون کسرا رو یو یک منهای یو تولید کنم توشون. قبول دارین این حرف منو؟ یعنی قبول این کسرا رو باید یه پارچه کنم. مثلا اینکه یک فاکتور یا عاملی از تو دل این در بیارم با این ترکیب کنم که بره زیر توان ام منهای 1 با هم دیگه برن زیر توان ام منهای 1. یا عامل یا فاکتوری از این در بیارم بره زیر توان ان منهای 1 و ببینیم چی میشه. خب پس من برای با این روی کرد، یعنی اگه به فرض نگاه کنم و حکمو بخوام در واقع فرض ایده بگیرم برای اینکه حکمو دستکاری کنم، من مخرج رو با اجازهتون می‌نویسم 1 به اضافه x به توان m در 1 به اضافه x به توان n. پایه‌ها برابر نماها جمع میشن دیگه. در واقع این همون 1 به اضافه x به توان m منهای 1 و 1 به اضافه x به توان n منهای 1 در 1 به اضافه x به توان 2 که پایه‌ها برابر نماها رو جمع کنیم فرقی نمی‌کنه. چرا این کارو کردم که بتونم با این هم فاکتور هم توانشون کنم، یه فاکتور بسازم. در واقع این بشه این شکلی. اگه قبول دارین یک بزنیم بشه x به روی 1 به اضافه x به توان m منهای 1 بشه 1 منهای x به روی 1 به اضافه x به توان n منهای 1. اینم بشه dx به روی اون عامل اضافه که 1 به اضافه x به توان 2. با اینم خیلی هپی ام من کلا. نمیدونم شما هپی یا نه. من با این خیلی هپی ام. بخاطر اینکه من میدونم در مورد یه تابع کسری که مخرجش 1 به اضافه x مشتقش اتفاقا میشه مخرج به توان 2. مشتق صورت در مخرج در صورت بره مخرج به توان 2. خیلی هپی ام من با این. اوکی قبولین؟ خب اوکی. با این شرایط فقط یه گیری دارم. من نمیدونم اینو یو بگیرم مشتق بگیرم بشه این یا اینو یو بگیرم مشتق بگیرم بشه این. خب پس اگه اینو یو بگیرم این خراب میشه، اگه اینو یو بگیرم این خراب میشه. مگه اینکه یکی از اینا رو به اون یکی تبدیل کنم. اشکال نداره من بیام یه حرکتی بزنم. بیام این رو به جای 1 منهای x بگم 1 به اضافه x منهای 2x اینجوری. یعنی خود مخرج همین الان راجع به صحبت کردیم. خود مخرج به اضافه یک عاملی که تغییر ایجاد نکنه رو اضافه کنم.
ببین چه اتفاقی میفته اگه اون وقت این تیکه رو با این تیکه جدا بگیرم. یعنی در واقع دقیقاً همین انتگرال رو خواهم داشت، انتگرال 0 تا 1 x به x به اضافه 1 یا 1 به اضافه x m منهای 1 در 1 منهای 2 برابر x به x به اضافه 1 به توان n منهای 1 به روی dx به روی x به اضافه 1 به توان 2. فهمیدی چی شد؟ خود به خود با ساده سازی اون 1 به اضافه x در اومد. خب الان دیگه تمام دیگه. اینو به اسمشو t میذارم، اوکی، اسم اینو t میذارم. این نقش کیو بازی میکنه؟ dt. تموم شد رفت. تو یه دونه هموگرافیک بزنین میشه 1 بریم مخرج به توان 2. دقیقاً نقش dt رو بازی میکنه. پس من اینو سادهش میکنم. پس من این انتگرال رو فعلا سادهش بکنم میشه انتگرال زمانی که x هم صفره تیم میشه صفر. دقیقاً تیم میشه صفر. زمانی که x هم 1 تیم میشه 1 دوم. اگه قبول دارین یه 1 بزنین. پس میشه t به توان m منهای 1 1 منهای 2 t به توان n منهای 1 dt. این هنوز نشده فرضم. حالا به من میگین که چی کار کنم این شبیه فرض بشه؟ یه 2 فاکتور بگیرم. اگه 2 فاکتور بگیرم من یه مشکلی داره. مشکلم اینه که اگه 2 فاکتور بگیرم یه 1 دوم اون وقت اینجا ایجاد میشه. با این اون وقت نمیخونه. باید x رو باید t رو بگیریم x رو اینجا یه کاری کنیم میگه این 2 t بشه x دیگه. تموم شد رفت. 2 t بشه x دیگه. نه باید رنگ خاص بذارم مثلا 2 t بشه x. تموم شد رفت. بقیه‌اش دیگه حل میشه خود به خود. گفتیم ضریب انگار مشکلی نداره تو این داستان. پس 2 t رو بگیریم حالا u مثلا، پس به جای 2 dt باید بذاریم du و تبدیل کردنمون هم میتونیم انجام بدیم. پس u مساویه زمانی که تیمون صفره u مونم صفره، زمانی که تیمون 1 دومه 2 برابرش که u باشه 1. اوکی. به جای t خالی میذاریم u دوم به توان m منهای 1، به جای اون میذاریم 1 منهای u به توان n منهای 1، به جای dt میذاریم du دوم. یه دونه 2 به توان m منهای 1 تو مخرج از این میاد بیرون، یه 2 از این میاد بیرون. پس در واقع یه دونه 2 به توان m منهای 1 داریم، یه دونه هم 2 داریم در واقع تو مخرج. انتگرال 0 تا 2 u به توان m منهای 1 در 1 منهای u به توان n منهای 1 du که جواب میشه 1 به روی 2 به توان m بتای m و n. 1 به روی 2 به توان m بتای n و m. اینم گفتیم اینا جوابش گزینه 3 میشه. بهتون گفتم اینا همشون جوابش گزینه 3 میشد. این 4 تا سوال کرد. بتای m و n 2 به توان m. 2 به توان m نه n. 2 به توان m. گزینه 1 میشه بخش. آخرش گزینه 1 میشه. گزینه 1 میشه. خیلی خوب. خیلی قشنگ بود. اینم 4 تا سوال تیپ 3.